درود بینندگان عزیز، شما را به دیدن برنامه اخباری آزادی دعوت میکنیم که مهمترین خبرهای تاجیکستان و جهان را در 15 دقیقه در اختیار شما قرار میدهد. نخست سرخط موضوع امروز 23 اکتبر. کوسه صبر حدود دارد. برای اولین بار در دور دوم ریاست جمهوریش پرزیدنت آمریکا در مقابل شرکت‌های نفت روسیه تحریم جاری کرد. صمیمانه همین چیز را گفتم، میتوانم که من با ولادیمیر صحبت‌های خوب دارم ولی به جای نمیرسند، هیچ نتیجه ندارند. مادر تنها و با 5 دختر بیکار و بی‌درآمد زندگی یک اویله کم بضاعت چگونه می‌گذرد؟ تام به چرا گریه میکنه، میگه من دیگه نمیتونم میوردم، وقتی میگه یک جای میوی برا کار که زندگی تباه. و به دنبال آن از ایرژی بیچکا دوست فرنگی تاجیکستان در جمهوری چخ یاد خواهیم کرد که امسال 110 ساله شد. اما شروع میکنیم از یک خبر فوری. اتحادیه اروپا در دایره بسته نوی تحریم ها علیه روسیه 3 بانک تاجیکستان را هم بر روی خط وارد کرده است که هر گونه معامله با آنها منع است. در قرار نوی شورای اروپا از روز 23 اکتبر درباره تحریمات علاوگی نام سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان شامل شده است. بر اساس قرار هیچ شرکت و افراد علایده کشورهای اتحادیه اروپا حق ندارند با 3 بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات به راه مانند، هرچند استثناهای برای داد و گرفت نگه داشته شده است. مراجعه یوسفی با جزئیات بیشتر این موضوع. بر اساس قرار شورای اروپا، سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان بر روی خط تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل شدند. بسته نوی تحریم‌های اتحادیه اروپا امروز 23 اکتبر اعلان شد. این 19مین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه از زمان حمله روسیه به خاک اوکراین میباشد. در این بسته نوی تحریم‌ها نام 45 شرکت و افراد و مؤسسه‌ها از جمله از چین و از قرقیزستان هم شامل شدند و تحریمات به ضد قسم از آنها از جمله بانک‌های تاجیکستانی از روز 12 نوامبر به اجرا می‌دراید. به قول اتحادیه اروپا، تأسیسات و شرکت و افراد علاهیده که در این فهرست هستند در جنگ روسیه به ضد اوکراین کمک می‌کنند. واکنش نمایندگان این 3 بانک تاجیکستان و هم بانک ملی تاجیکستان هنوز به این خبر معلوم نیست. بر اساس این قرار، شرکت و افراد علاهیده کشورهای اتحادیه اروپا حق ندارند با این 3 بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان، یعنی سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان معاملات به راه مانند، هرچند استثناهای برای معاملات نگاه داشته شده است. هنوز معلوم نیست که نمایندگان این 3 بانک تحریم شده به این قرار اتحادیه اروپا چه نظر دارند. بانک‌های مذکور از جمله بانک‌های سرمشتری در تاجیکستان هستند و حالا معلوم نیست که منع معامله با آنها تا چه حد به فعالیت دوشنبه سیتی، سپیتامین بانک و کامرس بانک تاجیکستان تاثیر می‌گذارد و یا فعالیت آنها را تا چه حد محدود می‌کند. از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین این بار اول نیست که شرکت‌های تاجیکستانی از سوی کشورهای غربی تحریم می‌شوند. از جمله اخیراً شرکت گازپروم نفت تاجیکستان تحریم شد. این شرکت یک از تأمین کنندگان اساسی بازار سوزشواری در تاجیکستان می باشد. تاجیکستان شریک استراتژی روسیه است ولی آشکارا از حمله روسیه به خاک اوکراین پشتیبانی نکرده، برعکس گفته است که خواهان حل مشکل از راه مذاکرات می باشد. در 3 سال اخیر خبری مرگ صدها تاجیکستانی رسانه شد که از طرف روسیه علیه اوکراین می جنگیدند. ضمناً روز گذشته تحریم‌ها در رابطه با جنگ اوکراین در آمریکا نیز بررسی شد. ایالات متحده آمریکا میگوید روسیه بر روند صلح که باید با ختم جنگ در اوکراین به انجام رسد صداقت جدی نشان نمیدهد. دیروز در قصر سفید پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ بعد ملاقات با دبیر کلی پیمان ناتو مارک ریوته در این باره توضیحات داد. واشنگتن با هدف سست نمودن سرمایه‌گذاری جنگ در مقابل 2 شرکت بزرگ نفت روسیه، روسنفت و لوکویل تحریم جاری کرد. نشست مطبوعاتی پرزیدنت آمریکا را همکارمان مومن احمدی پیگیری کرده است. روز 22 اکتبر برای اولین بار در دور دوم ریاست جمهوریش پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ بر ضد 2 شرکت نفت روسیه روسنفت و لوکویل تحریم جاری کرد. به قول رهبر آمریکا و از موقعگیری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در رابطه با ادامه جنگ اوکراین دلسرد شده است.
صمیمانه همین چیز را گفتم. میتوانم که من با ولادیمیر صحبت خوب دارم ولی به جای نمیرسند، هیچ نتیجه ندارند. میبینید که او جنگ را ادامه میدهد. جنگ دوام دارد، دو طرف است. جنگ دو طرف دارد. درباره جنگ چیزی پیش بینی کرده نمی شود ولی واضح است که زمان سازش فرا رسیده است. مردم زیاد کشته می شوند. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا گفته است که به اقدام‌های بعدی آماده است ولی با هدف جلوگیری از آن از مسکو دعوت کرده است که فوراً برای آتشبس و ختم جنگی بیش از 3.5 ساله زمینه گذارد. خبرنگار رویترز می نویسد که جاری کردن تحریم شهادت تغییر سیاست واشنگتن در مقابل مسکو است. تا این وقت ترامپ با تعرفه‌های علاوه‌ای کفایت می‌کرد. او با واردات مال هندوستان 25% تعرفه جاری کرده، زیرا این کشور با نرخ ارزان از روسیه نفت می‌خرد. خریدار دیگری نفت روسیه چین تاکنون از تعرفه‌های علاوه‌ای آمریکا امین مانده است. بعد آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین در ماه فوریه سال 2022 کشورهای غربی ابراز داشتند که بلندترین قیمتی که به نفت روسیه خواهند داد $60 در مقابل یک بشکه نفت است. بعد از این روسیه فروش نفت را به ممالک آسیا زیاد کرده است. ترامپ در کاخ سفید همچنین اعلام کرد که ملاقاتش با پوتین را که میبایست در مجارستان برپا گردد لغو کرد، زیرا باور ندارد که حالا زمان مناسب است. ترامپ اظهار امید کرده است که تحریم شرکت‌های نفت روسیه دیر دوام نمی‌کنند. شما برنامه اخبار رادیو آزادی رو تماشا دارید و حالا رو میاریم به مسئله کمبیزواتی و ناداری که برای تاجیکستان این موضوع نو نیست، زیرا هر نفر پنجم در این کشور زیر خط فقر به سر میبرد. یعنی از روی معیارهای بانک جهانی درآمد روزانه‌اش کمتر از $3 می باشد. در میان قشر نیازمند و محتاج زنهای تنها و پرتافته شده هم کم نیستند. درباره یکی از آنها در گزارششان همکارانم علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله به ما و شما نقل میکنند. این زن با 5 دخترش همین مقدار پیاز و کارتوشکا ذخیره دارد. میگوید این محصولات تا یک هفته دیگر تمام می شود و نمیداند آنها را چه انتظار است. 2 سال پیش با کمک خیرخواهان میان این کوه منزل بنیاد میکند که ناتمام است. امی خونه ما بسیار شایردم، امی موجود رسیش دیگه اردام کدگی باید تا دورم و تام ازش نیست، نمیتونه کار کنه، باید او کار میکنه و تامی اردام کدگی باید پول علمین دخترم میگیرم یا 120 سوم اومده هیچ نمیرسونه وای میکنه و تام باید چرا گیریا میکنه میگه ما دیگه نمیتونم اردام کنه. وقتی میگه یک جوی میوی برا کار که زندگی تبا زندگی مخی واز بینولی. صدبرگ فرزندانش را تنها بزرگ میکند. میگوید از ترس آن که به دختران نابالغش آسیب نرسد حالا نمیتواند آنها را تنها گذاشته جای رفته کار کند. از سوی دیگر کار پیدا کردن برای این زن تحصیل نکرده هم آسان نیست. او میگوید اسمش رسما در روی خط کمبیزواتان است ولی نه همیشه از کمک‌های پیش بینی شده برخوردار میشود. بعد وقتی ما میرم پرایوت میکنم میگه ای با خرفتگی دیگه شما پول نمیتونم میدم دیگه ما نگرفتم. مثل صدبر در تاجیکستان صدها هزار خانواده از ناداری و کمبیزواتی اذیت میکشند و گاهی نگرانی ها از ناکافی بودن کمک پولی ها یا نبود شفافیت در تقسیم کمک ها صدا میدهد. مقامات میگویند آنها همیشه در فکر چنین خانواده ها هستند. در یک سال 825 سامانه برای یک عائله پیش بینی شدگی است و مخصوصا باز برای عائله هایی که 2 و یا زیاده کودک معیوب مخصوصا دارند، برای آنها باز برای کودکانشان علاوه 2 نشان دهنده دیگر علاوتاً پرداخت می‌گردد. با قول او کمبیزواتان حق استفاده رایگان از خدمت‌رسانی‌های طبی را دارند ولی برخی کارشناسان چنین کمک و امتیازها را ناکافی دانسته میگویند سطح فقر و ناداری در تاجیکستان از حساب مهاجرت مهنتی کاهش یافته است. لیکن ریسک این واقعیت در آن است که یعنی این مهاجران می توانند زود کار خود را منبع درآمد خود را از دست دهند یا که رفته نتوانند یا که مثلا روسیه که آنها اخراج شوند از اونجا، یعنی که از منبع‌هایی که داخلی نیست. بنابراین تاجیکستان باید چنین سیاست را پیش گیرد که پیش از همه خانواده ها
توانند در داخل کشور منبع درآمد استوار خود را داشته باشند که از مهاجرت سخت وابسته نباشند. бино ба гузориши шохиси ҷавонии фақр ки соли гузашта насhr шудааст, 87% аҳолии Тоҷикистон ба камбудии доимии ғизо рӯбарӯ аст. тибқи ин радабандӣ, Тоҷикистон дар байни 127 кишвар дар зинаи 65-ум байни Никарагуа ва Ғана ҷойгир шудааст. дар вазорати тандурустӣ гуфтанд, дар Тоҷикистон ҳоло тақрибан афроди фақир вуҷуд надорад, балки хонаводаҳои камизоат аст ки ҳар сол омораш коҳиш меёбад. ба иттилои расмӣ сатҳи камизоатӣ дар Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ аз 83% то 20% коҳиш ёфтааст. вале шакку шубҳаҳо ба дурустии чунин омор ҳамеша вуҷуд дорад. дар ин қисмати барнома дар бораи ховаршиноси маъруфи аврупоӣ, эроншинос ва муҳаққиқи барҷастаи забону фарҳанги тоҷикон Иржи Бечка суҳбат мекунем ки моҳи октябр имсол 110 сола шуд. ин донишманди чех алоқа ва ишқи хосе ба Тоҷикистон дошт ки ба поси ин эҳтиром ба фарзандонаш номҳои шарқӣ гузошта ва хонааш дар шаҳри Прагаро бо намунаҳои ҳунариву мардумии Тоҷикистон оро дода буд. ҳамкорон Амиршод Сулаймонӣ ва Бароид Юсуфӣ ба ифтихори зодрӯзи ин донишманди барҷаста мустанади шефтаи Хуросонро сохтанд ки пораи аз онҳо ҳоло якҷоя нашр мекунем ва мебинем. دوست فرهنگ تاجیکستان تقریبا 50 سال هستم. شما میبینید که بسیار پیر شدم. این حقیقت اعتراف مرد دانشمند اروپایی است که عمر خود را وقف ایران شناسی به ویژه زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکان کرد. ایرژی بیچکا، شرقشناس چیخ، شاگرد خاورشناس دیگری معروف چیخ یان ریبکا، دانشمندی که در ایران شناسی اروپا تغییر آورد و بخش‌های آن را از داخل به شکل جداگانه پژوهش و معرفی کرد. همین بیچکا آخرین عضو همین سلسله ادبیات شناسان جوان حق‌گاه با سروری یان ریبکا و دیگران. ایرژی بیچکا 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ در خانواده بانکداری معروف به دنیا آمده است. پدرش چون دیگر ثروتمندان اروپایی میخواست پسرش حقوق بخواند و منافع تجارتی او را حمایه کند. بیچکا حقوق شناس شد. رشته حقوقی دانشگاه کرل را ختم کرد ولی به شرق شناسی برتری داد. به فاکولته فلسفه رفت و همراه با اکادمیکیان ریبکا یکی از پایه های ایران شناسی اروپا شد. بینندگان عزیز، بار دیگر یادآور میشوم که این یک پاره از مستند درباره پژوهشگری چیخ شد روان ایرژی بیچکا بود که پیشکشی شما شد و این فیلم را میتوانید در شکل کامل در سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی تماشا کنید. در شهر اوش قرازستان بر اثر سوختور در منزل استقامتی یک زن و 5 کودکش به هلاکت رسیدند. طبق اطلاع وزارت حالتهای فوق‌العاده سوختور صبح بر وقت سر زده تقریبا 280 متر مربع را فرا گرفت. هنگامی که نجات دهندگان به جای حادثه رسیدند، جسد سوخته 6 نفر، یک زن 34 ساله را همراه با 5 فرزندش پیدا کردند. پدری خانواده در مهاجرت بوده است. رئیس جمهور قرازستان صادر جباروف به این خانواده و نزدیکان قربانیان اظهار همدردی نموده است. بینندگان مهربان، در همین ثانیه ها برنامه امروز اخباری آزادی را خلاصه میکنیم. تشکر به یک و یک شما برای همراهی. خبر و گزارش های از این بیشتر را میتوانید در سامانه azadi.org پیدا کنید. اینچنین از صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده برید. فردا ما با خبر و گزارش های نو به استودیو برمیگردیم. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهدار.